در پیگیری از دعوت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان و دستگیری سرپرستان بخشیده به عید بین المللی نوروز در همه مؤسسه های اجتماعی چاره‌بینی های عیدانه دایر گردیده، باشندگان این مؤسسه ها با عیادت و غمخواری فرا گرفته می شوند. در این روند در عرفه فرارسی سال نو اجدادی در مکتب اینترنتی مخصوص کودکان قوه باسر اشانسوست و ضریر شهر اصفهان محفل عیدانه برگزار گردید. به چاره‌بینی سروری مؤسسه حمیده خان واحد و حسن افتتاح بخشیده بابت غمخواری های پیوسته و توجه همیشگی سروری دولت، حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی در حق کودکان و نورسان حرف زد. در روند نشست عیدانه تربیت گیرندگان را با جشن زیبا و فرخنده معاون رئیس ولایت سوخت زاهدزاده دوران عبدالقادر و معاون رئیس شهر اصفهان مدینه باباییان صدقاً مبارکباد گفته برایشان سلامتی مستحکم و فتح قله‌های نو به نو از خودسازی علم و فن‌های زمانه را تمنا نمودند. آنها از غمخوری‌های پیوسته و توجه همیشگی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یادآور شده، همزمان ذکر نمودند که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در نوبت خود به مؤسسه‌های اجتماعی کودکان اعتباری اولین درجه می‌دهد. قابل تذکر است که در این روز جامعه مهنتی کارخانه سرپرست جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای کوشش کردند که با گستردن دسترخوان پر از ناز و نعمت عیدانه طبع کودکان را شاد گردانند. کودکان و نورسان در جواب به توجه و مهربانی های مهمانان برنامه عیدانه آماده کرده خود را که از دستگل شعر و ترانه، رقص و بازی و صحنه‌چه های جالب عبارت بود نمایش دادند. باید تذکر داد که جامعه مهنتی جمعیت سهامی کمبینت مصالح بیناکاری شهر اصفهان با 32 نفر تربیت گیرندگان خانه بچه های شهرک شوراب به افتخار فرارسی نوروز عالم مفروض دسترخوان عیدانه کشاده سوغاتیات تقدیم نمودند. در کلامرانی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر اصفهان با تأکید برای تاجیکان عزیز و مقدس و گرامی بودن این جشن باستانی به تربیت گیرندگان تمنیات های نیکترین صدا دادند. برنامه فرهنگی کودکان محفل عیدانه را شکوهی تازه بخشید.